سلام، من دکتر آلاله بهرامیان هستم، روانپزشک و روان‌درمانگر و در این ویدیو میخوام درباره داروهای روانپزشکی صحبت بکنم و 2 باور نادرست درباره داروهای روانپزشکی رو با شما مرور کنم. خب همونطور که میدونید افراد معمولا در مقابل مصرف داروهای روانپزشکی یک مقاومت زیادی دارن و وقتی ما از مراجعینمون میپرسیم که چرا نمیخوای دارو مصرف کنی، چیه دارو تو رو اذیت میکنه، 2 جواب رو معمولا خیلی زیاد میشنویم. یکی از اونها اینه که داروهای شما همشون باعث میشن که آدم معتاد بشه. جالبه که مثلا افرادی که اتفاقا اعتیاد به یک ماده مخدر دارن، مثلا ممکنه که شیشه بکشن، هروئین مصرف کنن یا هر چیز دیگه ای، باز نگران هستن که به داروهای ما معتاد بشن. خب بذارید اینجا مفهوم اعتیاد رو با همدیگه بررسی بکنیم. چرا هیچ وقت هیچ کس نمیاد بگه که من به داروی فشار خونم معتاد شدم یا من به انسولینم معتاد شدم؟ چی میشه که در برابر داروهای روانپزشکی همچین اتفاقی میفته و همچین فکری وجود داره؟ خب شما فرض کنید که مثلا من رفتم یه جایی کنار دوستام نشستم، اونا یه موادی رو آوردن، مثلا من هروئین رو امتحان کردم، از یه میزان کمی شروع کردم و بعد کم کم طی سالیان سال، مثلا طی چند سال مقدار زیادی رو دارم مصرف میکنم و بعد اگر مصرف نکنم حالم خیلی بد میشه و وقتی که مصرف میکنم یه حال خیلی خوبی رو حداقل اوایلش تجربه کردم که منجر شده که باز مصرفم رو بیشتر و بیشتر بکنم و بارها سعی کردم که ترک کنم و نتونستم. خب من به این فرد میگم که این اعتیاد داره به مثلا هروئین. خب حالا یه فرد دیگر رو در نظر بگیریم که مثلا فشار خون داره. فشار خون داره، رفته دکتر، بهش دارویی دادن و وقتی که اون دارو رو گرفته میدونه که اگر این دارو رو مصرف نکنه فشار خونش کنترل نمیشه. در واقع کنترل فشار خونش مستلزم مصرف دارو و حالا یه سری کارهای دیگه ایه. ممکنه که تو سیر درمانش داروها اضافه یا کم هم بشن. خب آیا فرد دوم هم اعتیاد داره به مواد؟ آیا به داروی فشار خونش معتاده؟ من مطمئنم الان همه شما اگه ازتون بپرسن کدوم یکی معتاد هست میگین که همون فردی که هروئین مصرف میکنه. وقتی ما دارویی رو داریم از یک پزشک میگیریم برای یک بیماری مشخص، تحت نظر اون پزشکی، بالا پایین کردنش تحت نظر اون پزشکه و با قطع دارو هیچ مشکلی برای ما در واقع پیش نمیاد و با مصرفش هم هیچ شادی زیادی رو تجربه نمی کنیم، این معنیش اعتیاد نیست. حالا توی اون داستان دومی که من گفتم داروی فشار خون رو برداریم، داروی ضد افسردگی بذاریم. مثلا اینجاست که ما خیلی وقتا قبول نداریم که بیماری‌های روانپزشکی هم مثل بیماری‌های دیگه جسمی هستن و ما میتونیم با دارو کنترلش بکنیم. در واقع این تفکر غلط ما به خاطر نگاه اشتباهی هست که ما به بیماری‌های روانپزشکی داریم، اما بیماری‌های روانپزشکی هم مثل بیماری‌های طبی همون اندازه به بیولوژی و به ژن‌ها ربط دارن و خب البته که مسائل محیطی هم توشون مرتبط هستن. این چیزیه که درباره بیماری‌های طبی هم وجود داره. مثلا دیابت هم با استرس خیلی بدتر میشه و این هم محدود به بیماری‌های روانپزشکی نیست. چیز دیگه‌ای که خیلی وقتا به ما میگن اینه که ما میترسیم با داروهای شما همش خواب باشیم. انگار که ما روانپزشکا میخوایم یه دارویی به شما بدیم که شما فقط بگیرید بخوابید. خب این تفکر اشتباهیه. بله ما داروهایی هم داریم که برای کنترل خواب ساخته شدن، اما معمولاً اگر شما با داروی خواب آلوده میشید این یک عارضه جانبیه و شما باید به ما بگید که من این عارضه رو دارم باهاش تجربه میکنم، نه اینکه دارو رو قطع بکنید. ما خیلی دارو در دسترس داریم و میتونیم با یک کم و زیاد کردن دوز یا تغییر دارو بتونیم به شما این عارضه رو در واقع برای شما رفع بکنیم. بنابراین این فکر که تمام داروهای روانپزشکی باعث خواب آلودگی میشن هم فکر غلطیه و نیازمند اینه که شما با ما صحبت کنید و مشکلتون رو با دارو به ما بگید.